دو اندام کنگرس امریکا پروژه یاسایک پیشکشی کنگرس ولات خو کرنه و تیدا داخواست دکن ویزا جبو کردین سوری بداین که د شر الدجی داعش دا آلیکاریا امریکا دکن. کنگرسمان مایکل والتز ده هفته وینا کده لگل روداوی و ایشف ساعت نه وره بلاف کرن ویزا دبیجه ویزا یا کوره داین و ویزا گشتیاری به یعنی ویزا توریستیک یعنی یا سیاحی به والتز دبیجه به پسند کرنه یعنی به قبول کرنه و پروژه یاسایه و پیامک باش بو همو جهانه که امریکا پشتگیری هف پیمان خواه ین لوکال دکه ما بتنین آیله هر وها اشکره کرد که او جبو پسند کرنه جبو قبول کرنه و پروژه یاسایه هولدان خواه بردوام بکن حتی که او یاسا ده قبول کرن. وی پروژه یاسای پر بالکشاند. پسندکردن پروژه یاسای که به وی رنگی چند رهندین و هنه. هنجاران چند هولدانان دخوازه و چند سال دبهورن حتی که به تواهی آماده دبه. اف پروژه یاسای دیگه و خانه ویزا تایبت آگشته که بری بوان ورگران هاتان که لعراق و افغانستانی بمره کار کرن. و حالی بکرن او ویزا کردن سوریه جی لخوا بگیره. چمکی وقت زانین لگل نافچه نه آرام انوها خاص مال سوریه که همان رجا آرامی لینینه وقت لکردستان عراق هیا او نتنی جیانا خود خن مترسیه. دما در رزا مده شر دکن لجیانا تواهیا اندام مالبات وانجی دکه و مترسیه. پیوسته ورن پشتراس کرن دما خواها دخن مترسیه ریک جوان را ودبه جبو پاراستن آوان. پشتی خلاص بنا خدمت آوان در ریزن هیزن امریکای ده. خاصما ینکو ساله که یان 2 سالان خدمت آوان هیا. به باوری من اف پیامک گرینگه که جبو همون نافچین جهان بیشاندن که ام پشتگیری هف پیمان میان خواجهی دکن که پشتگیری ما دشار تروری ده دکن. از هولدان خویم پسند کردن و پروژه یاسایی بردوام بکن. So if I understand SIV correct, اوی که من لپروگرامی ویزای SIV تیگشتم اوی که او کسی که دعوای ویزا کده کرد تنیا بو خوی نه بلکو دتوانه دعوا بو خزانه کشی بکرد. اما شتیکه که لپروژه یاساکی ایوش ده هیا؟ Yes. Yeah, it's not only for the translator who was اری او ویزا نتنی جبو ویورگریه که به هزین امریکای را کار دکه و خود خم ترسیه. ام دزانن اگر داعش یان گروبن تندرا و ایندن وان کسان ناس بکن که بمره کار دکن دیجیانا مالبات وان بکوه مترسیه. پروگرام مالبات وان جی لخوا دیگره. آنگو خزمن وان این هری نیزیک. امی پاشه هرگولیم پروژه یاسای بلاو بکن. It's typically just a very immediate family, but we'll flesh those details out in the